اینا یا جای بینن آخی روزی دادم میخورم مثال خانه به همه وقت گوش خورن و تو خورن این کارون عموما 10 سالهای اخیر نیست. من قصاوت ندارم آخه بگه نمیدونم میخواد چیزی برای بار میکنم در ماشینا بار کرده من به شهر دوشنبه برای تبابت میبرم. تو فرزندی میوم دارم بردارم بولم که نمیتونم گیریجه شده دیگه نمیتونم کار کرده. خب مجبوره که چیکار که فرزند است از او بی فرزند اکو این اشکو نمیتونه یکم تو خواه میکنم و اکو ریزونده بیزونده میخورم. حاضر رسیارم اینو دو کسا کی نگاه میکرد نمیدونی. خودم 3 بار اپیراسیون شدگی. همون قرض هوایی میتیم بعضیاش قرضش ولی همون چند ساله ایستادگی هست. خبره کنم نمیماندن در آمدنی گفتم یه بار بینم. امید عثمانов ساکن دهه یکتوت شهر حصار بوده 20 سال دارد ولی تا حال مثل طفلی که هنوز راهگردان نشده است 4 پایه راه می رود. وقتی که او با عذابهای علیم جسم ناتوانش را به زور روی خانه کشاله کرده از زوری درد به خود می پیچد دل پدر و مادرش خون می شود و سیلاب اشک بر رویشان می شورد. اما آنها نزد حکم تقدیر عاجز مانده نمیدانند چه طور به پسری یکم و یگانه اشان یاری رسانند. طبیبان میگویند امید جان به فلج معینه سر گرفتار است اما ظاهرا عقلش به جا می نماید فقط دست و پایهایش قوت و مدار حرکت کردن ندارند. طبیبان ایرانی وعده دادند که امید جان را به پا میخیزانند اما پدر و مادر کمبغلش امکانی به ایران سفر کردن و پرداختن مبلغ طبابت را ندارند زیرا در این عائله 2 معیوب زندگی میکند. اپای 32 ساله امید جان دلارام نیز به سکته مغزی انسولت گرفتار گشته چند سال باز از پای روان مانده است. من امید جان فتح‌الله. چند سال شد بمونید امید جان؟ من 22 سال شد. 22 سال شد. من قصاوت ندارم آخه بگه نمیدونم میخواد چیزی مکتب عموما نخونده ده امید جان؟ نه معلم هم اومده خونه به درس ندادن؟ نه آرزو دارید که صحت شوید شفای البته های خواهش هم بیمارو همین خوانده نوشته میتونه امید جان؟ نوشته میتونم و خوانده نمیتونم. نوشته از کی یاد گرفتی؟ آتیم یاد میتی. روزی دراز در بیرون است که نمیتونه نگونجا رفته چیکار آرزوتون خیلی کو اینا میبردگان اسم میکنن خیلی دنده آغازه میبرن تمام. دوستاتون یبان دوست جوره رفیق داره؟ خیلی داریم کم همون گدکا میبیم. من عثمان فتح‌الله شهروند شهر حصار جامعه خانه‌خواه کوهی участки یکتوت. من خیلی که میبینه 2 فرزندی معیوب داریم. من یکمش دخترچه من معیوبه همینجا من 1 پسر دارم همینم معیوبه خواه از 6 ماهگیش کسل شد بعد 6 ماهگیش تا حاضر رو فقط دواده از خفای برای این توبت کردن. من دلارام دخترچه 32 سال شد در عذابیم. من همینقدر مشقت خیلی نمیدونم اینا بینید که رحیم چخیل حاضر دیده چخیل وزبین اومد و رفتش بردنش. من اینا زمستان میشود با عربه برده در ماشین بار میکنم چخیل رحیم وزبین با عربه بار میکنم در ماشین بار کرده من به شهر دوشنبه برای تبابت میبرم. برای تبابت کسل میشن بیمار میشن یا که تبابت خودشون بسیار تبابتی ما در شهر دوشنبه بینه که چقدر راه دور است وزبین خب مجبور زندگی اکو حاضر نمیدونم چیکار کنم خاطر اینو من وش کسلی دل از مادر هم خیلی تولد شد اینش بعد 6 ماهگیش هم خیلی کسل 6 ماه بود ناز بود بعد 6 ماهگیش کسل شد تا حاضر دیگر نمیدونی فلج معینه سر امید جان فلج معینه سر برووردن نه که من انالیزش گرفتم ایران روی کردم میگن که سرش 12 میخیل انا آوردن در کار ایران با اینا توبت کردن در کار نه که من ایران با مبلغ کلان در کار نمیتونم اینا من تقریبا چقدر مبلغ در کار است
من اکنون نمیدونم چقدر هر دو همینه بردن در که وایش هم دلارم من بعدی اپراسی دل اینسول زدگی من رحمت جناب اولیبکی دستگیری کردم من جراحی دل گذروندیم و خب بعدی جراحی دل اینسول زد من در همین سال 22 سال باور میکنی خاص زندگی وضعی شرایط نمیرسد اینو چه برده توبت کنیم یا که اینو خورونیم یا اون کاری دیگه کنیم اگر اون فرزند دیگه پسر میشد ممکن هست در روسیه میشد اومدم ما با یاردم میکردم اون کار میکردم من خودم اگر از روسیه رم اینو دو کس کی نگاه میکرد نمیدونی مادرش اونجا کسل درمان من در خونه های میروم کوسو طبق میشم جوش میبیاد نمیتونه همین یگان خوراک کنند میکنه روزی که نمیتونه کاره مادرش خودم کسل دلم میجه چیه اینه که من مجبور کی همینه یا اون کس چی نشد خور نشن همینا من با یاردم میگه دورواری یاردم میکنن خیلی یاردم شناس چی گفتن اونو کفالت میتین که شفا میوبد اکول کفالت نمیدم ما همون سیامکه کردیم انالیزش میشه بازیر ما گرفتیم رنگیناش روی کردیم گفتن که ماینه سر تازه همه قیمتشو شویش میون شدیدن ستو میورو شدیدن همه که همین مقصد که بیاره ایران که ما توبت کنیم همینجا با یکی برای بردن آوردیم و ما یکون جور نمیتونیم دیگه умеҷон ва дилором ба бистари беморӣ меҳкуб гаштаанд модар маҷбур аст ки бо дасти худ ба онҳо хӯрок диҳад онҳоро оббозӣ даронад тару хушкашонро бигирад гирумони ду одами баркамол ниҳоят душвор аст сутунмуҳраи модар бар асари бардоштани бори вазнин ба кашмакаши ду фарзанди маъюбаш иллат пайдо кардааст дарди сутунмуҳрааш тез тез хуруҷ карда баъзан ҳафтаҳо аз ҷояш хеста наметавонад من حسینова بیبرجا از شهر ایسار دهه یکتو دو فرزندی میوم دارم بردارم اونم خیلی نمیتونم خودم 3 بار اپراسیون شدگی حاضر میام تو مهره کسل بعد هورمون همینایی نمیتونم همه گفتم که یکم امکانیت میشد که یکم خانه میدادن که بردن آسان میشد بیرون خودشون میبر آمدن میدر آمدن سرشون آبوزی دروندن شستن همشه خودتون خودم میکنم آخه آتش میبرن اونجا به خودم میشون شرکی همونتون چه داشت؟ آب میبرم پیشکه علو میکنم پیشکه علو میکنم و آب میکشم و آب کشیده آخی وای میکنم خیلی آخی نه هست اگه آب هست تو همونجا بردن مستطیل هم وز بینی میکنن نمیتونم برده خوراکشون چیکار خودشون میخورن یا خودتون میخورن اکو این اشکو نمیتونه که تو خبر میکنم و اکو رزوندو بیزونده میخورن میرزون میبیزونده میخورن خودشون تا به دست چپ میخورن به دست چپ میخورن دست نه دست راستش کار نمیکنه بعد اینا عموما انسان بیرون توالت رفتن اومدن چه است اکویش ویاش خان نمیتوند کویش خد همینجا وای میکنیم اینش اتال کرمی بریمش اتال کرمی بریم نمیتوند به همون دیل اکو اپراسیون کریم نمیشه سیو میشه نمیده قوتش میکند نمیتوند دیگر فرزندتون سالمه ها بعد 2 سال خدا بشکر دختره ها شان دختر ها دلارام با نقصان مادرزادی دل به دنیا آمده باشد هم پیشتر با پای خودش راه میگشت. پدر و مادرش با امید شفا یافتن سرشان را به صد در زده او را جراحی کردند. جراحی دل نهایت دشوار است. عملیات چند ساعت طول کشیده بعد جراحی دلارام به حالت کوما افتید. چند روز او بین مرگ و زندگی قرار داشت و کسی امید نداشت که زنده میماند. اما با عنایت پروردگار پس از 10 روز دلارام از کوما برآمد. خرسندی پدر و مادر
آن روز انتها نداشت. لیکن شادی و نشاطی آنها دیر دوام نکرده دخترشان چند روز پس به سکته مغزی اینسولت گرفتار گشت و با همین تماما از پای رمان ماند. جراحی دل چقدر گذشت؟ ناز گذشت؟ نه وزبین گذشت. وزبین گذشت. کم بغلتی در زنمستانی و براوران اول خاک بازده رو در کمر. شما باوری داشتید که از کم میبرد؟ نه نداشتم. رفتم دیدم گفتم یا این سالیم نمیبرد کن. گفتم امینه من چه خیلی میبرم همین چه نمیستانم گفتم. خواهر کرام نمیماندن در آمدنی. گفتم یه بار بینم در آورم اگر بیهوش لنگا موندگی گفتم میشوده باشه که ای خدا طلب کن. گفتم ای خدا طلب کن. آمدم هم یه رو ایستاد که این روزش این سوزه با گرفتیم بردیم همونجا بود اونجا همین فقط در همون بندیسم میدگره داغ و همین توبت کرنشه رحم نمیگشت نمیتونیست خیسته گاو زده نمیتونیست خورده نمیتونیست یا چه میگفت نمیفهمیدم آخی همین فقط همین ای میگفت خلاص یکم چی نمیگفت دیگه با خودم هم زیغ میشدم گیرم یکرم نالو کنم این چی میگوید چی تندایی گفتم خیلی کرم نه خبر بود که با یکی خیلی که همین امید جان گفت همین امید جان گفته یکی گاو زن اگه از گاو میزنند و خوشورنی گپش نمیفهمید. پدری امید جان به مرد بودنش نگاه نکرده مجبور می شود که کار و باری روزگار را خودش به سامان رساند. خانه رو بد کاسه و طبق شوید پسر معیوبش را آب بازی داراند. شرایط دیه بسیار وزنین است. مثلا می آب بازی داراندن در کورسالشون شستن در کور چکار می؟ اوما اینو برداشته من اینجا همام در این پشت که پایوندم میبرم همونجا وزبین برده آوردم من گفتم هم برده آوردم من گفتم کسل شده گم حوزی بستگی من میون مگه میون من کشم دیگه من گیریجه شده دیگه نمیتونم کار کرده خب مجبوره که چیکار که فرزند است از او بی فرزند به حد دشوار بود است هیچی گفته نمیتونند به حد دشوار. امید جان 22 ساله شد. دیلارم 32 ساله شد. 32 سال شد من همینه برداشته گشتیم. اما مقصدی مراجعت کردم که اینا یکون مثال پولی بسیار در که اینا یکون توبت کردن در کن. دیگه ظلم نمیرسه توبت کردن. اکو خاص زندگیشون یک کم از زیاده اینا تو حال خیلی یکون مثال خانه به همه وقت گوش خورن و تو خورن خیلی کارون من 10 سالهای اخیر نیست. برای که 10 سالهای اخیر گوش نخریدی؟ نخریم من بخواد من نمیتونم امکان نداره برای که من اینو برای اون سویم برای بردن یا ماشین شهر دوشنبه میبرم 250 200 سو میگیره برای توبتش برای چه یک کاری دیگه میره همین پولو میره برای همین مقصد اینو که من در این دیه من هر یک برده آوردم من نمیتونم. شاید زندگیتون از چه پیش میبره؟ شما فقط با بچه‌هاتون اواره من همیشه اینو خر نفقه میگیرن این یگان اونجا کار نمیکنم من همیشه که یک باغ کمتر انگور داریم گاه وقت میشد گاه وقت نمیشد با 20 تارگی وقت دیگه جاها همون باره که میخوام قرض بگیرم انا با یگان مثال من میوه اگر انگور یگان چی درآمد اگر خنوق نزند و چی نگه درآمد شود همون قرض هوایی میتیم بعضیاش قرضش ولی همون چند ساله ایستادگی هوایی هم خاکم شرایط من میفهمم ولی خوازرش چی نگفتین خاکم همین خیلی نمیدونم چیکار کنیم. اهل این خاندان در شرایط سخت و سنگین عمر به سر میبرند. پدر امید جان با سبب بیماری فرزندانش نمیتواند مثل دیگر جوان مردان تاجیک به روسیه رفته شرایط زندگی اهل خانواده اش رو بهتر سازد. در شرایط دهات نگاه بین 2 فرزند برکمان معیوب بی نهایت دشوار است. با سبب نداشتن عروبچه معیوبی خود را پدر مجبور می شود که فرزندانش را پشتواره یا مثل کودک بغل کرده تا سرگاه دیه برد و 250 سامانه داده به شهر برای تشخیص یا طبابت ببرد. از همین سبب والدان امید جان و دیلارام آرزو دارند که در شهر اقلا صاحب خانه یک حجرگی گردند تا گیرمان فرزندان معیوبشان کمی هم باشد برای آنها آسانتر و سبکتر شود. خواهش دارم که
همین یگان امکانیت میشد که یگان یک خانگی هم که میشد که میدادن که من همین در جای هواری می درار میبرارم همینش آسان تر میشد. در این کوهستان قین داخل من به مزرعه من دیدن من خیلی بلند و پستی و برآوردن قین داخل. بچه‌های معیوبی هستن که خودشون حرکت میکنن. نه خیلی نداره خیلی میشه خیلی آدمی خیرخواه باشد که هم که اراچه ها مامان با اکو در کار باری همین معیوبان یاردم کنن. اراچه هایی که خودشون حرکت میکرگی خب بیرون درون بران و گردن و اینا یاد جای بینن آخی روزی دادتون نخورن. امیدواریم که مشتریان سامانه اویلا با تقدیر این دو جوان معیوب بی‌طرف نمانده و این خانواده نیازمند دستی یاری دراز میکنند.